دادگاه نویه رشت ساکن دهه مشکانک این نویه اسکندرشاه سیمامدوف را وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک جوان 23 ساله ساکن شهر پنجکент همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 15 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 14:00 از سبب مناقشه عائلوی با خواهرش جوانزن 19 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال نموده با کارد خواجگی 5 مرتبه به عضوهای ایوتن مهمش زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خبر میدهد مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله درباره سبب جنجال اکای و خواهر که با چنین فرجام خونین پایان یافت چیزی گفته نشده است. وزارت کارهای داخله تنها گفت که نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به این جوان برای قتل خواهرش تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله همچنین از آشکار شدن یک حادثه آدمکشی در دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع رسمی مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده 105 کودکس جنایتی فدراسیون روسیه سود شده است و سال 2014 بر اساس ماده 237 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم افباشی به جوابگری جنایتی کشیده شد. عین حال در کلان اصلاحات سکونتی ادای جزا میکرد. این دفعه دست به آدمکشی زده است. نامبرده 14 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 19:00 به سبب مناقشه عائلوی به عمکش مرد 48 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده او را مورد لطوکوب قرار داد. سپس با کارد 2 مرتبه به قسمت دلش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. گفته می شود در خبری وزارت کارهای داخله. وقتهای اخیر در تاجیکستان خبرهای درباره کشتار خویشاوندان نزدیک و حتی اعضای عائله زیاد به دست می رسد. جامعه شناسان این را به کاسته شدن سطح اخلاق جامعه و اهمیت قبلی خود را از دست دادن ارزش‌های سنتی چون رشته‌های خویش و تبارداری بستگی می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های دینی دور شدن مردم را مقصر می‌شمارند.